هر 5 تا حرفش بوی خوش ازش میاد. رحمت. پیامبر در حدیث فرموده که اول رمضان رحمته، 10 روز اول رحمت. رما میم مغفرت، 10 روز وسط چه؟ مغفرت. داد ضمانت بهشت. الف رمضان امان. پیامبر فرموده الصوم جنه، روزه سپر امانه. روزه بگیرید ماه مبارک رمضان، شاید شما به تقوا برسید. تقوا یعنی امان از آتش. رمضان نور. رمضان زندگی تو رو نورانی میکنه، درون و بیرون تو نورانی میکنه، روح تو صیقل میره، تمیز میکنه.